دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که دادگاه ناحیه رشت شهروند را با جرم تبلیغ سازمان ممنوع داعش به 5 سال زندان نظامش پر زور محکوم کرده است. با گفته دادستانی سال 2015 از یوتیوب با مقصد و غایه های داعش باخبر شده، من بعد با مقصد تبلیغ این سازمان تروریستی در شبکه‌های اینترنتی زیلا، تلگرام و ایمو به نام جلیبی صحیفه گشوده است و تا زمان بازداشت در روز 24 اپریل سال 2020 دیده و دانسته قصداً با استفاده از شبکه اینترنتی به پهن نمودن موادهای دینی خصوصیت اکستریمیستی داشته و تشویق و ترغیب غایه‌های تشکیلات دولت اسلامی مشغول شده است. با حکم دادگاه ناحیه رشت از 16 ایول سال 2020 شهروند بر اساس ماده 307 بند 1 قسم 2 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان به ترغیب و تشویق مرام و مقصدهای تشکیلات‌های اکستریمیستی با استفاده از شبکه اینترنتی و دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی گناهکار دانسته شده است. به حساب مقامات تاجیکستان بیش از 2000 نفر از شهروندان این کشور در سالهای آخر به سوریه و عراق رفته به صف سازمان‌های افراطی اساساً به داعش پیوستند. ده‌ها نفر دیگر از شهروندان تاجیکستان در خود این کشور و روسیه و همین طور در چند کشور دیگر از جمله در آلبانیا، آلمان و پولشا با اتهام پیروی به داعش دستگیر و زندانی شدند.